سلام دوستان من سر مستر لما خب خوش اومدیم به یه ویدیو ماینکرافتی دیگه. آموزش کنیم. آموزش ماینکرافت اینه که اون ماد قبلی که بهتون گفتم اون شما دنبال کیت اگر بخواین بگردین میتونی از سایت های ماینکرافتی مثل MC میتونین دانلود کنین. من چون شاید بهتون بگم شما میتونید کیف خودتون رو داشته باشید. خب اگه گفتین چطوری الان بهتون میگم چطوری. اینجا میایم میزنیم کاستوم کی برو ماینکرافت این سرش میکنید. بعد اسکن MC براتون میاد. این همه حالا شما اولی نه دومی نه سومی میزنی. حالا من دارم رکوردای کوچولک. بعد اینجا شما میان. بعد اینجا شما میتونید انتخاب کنید. اینا مثلا این کیفتون روش رو هیچ فرق نداره. شما میتونید قرمز باشه آبی باشه هر چی دوست دارید. بعد ولی شما میتونید یک کیف رو دوباره بیارید. مثلا این کیف خیلی لذیذه. خب حالا من میام تو قسمت خب اینجا من خب کیف خودم اینجا دارم. کیف لیمو که خودم کاستوم کردم و از اینجا گرفتم. حالا کدوم هر چی دوست دارم. مثلا من میتونم اینو بیارم. خب این اینجا قبولش میکنه. نه میدونید. بعد من میتونم اینا رو تغییر بدم قرمزش کنم. مثلا حالا من الان اینجا قرمز رو میگیرم. اینجا میام قرمزش میکنم. وقتی قرمز کردم مثلا میتونم یه مشکی هم بزنم ولی من دوست ندارم. بعد مثلا توی دیگه اینا این پوشش این روش منطقیه. مثلا من میام اینجا رو میتونم هر کاری که دوست دارم من میتونم انجام بدم. و من میتونم بیام کیپا رو میتونم کاستوم کنیم. هیچ فرقی نداره. اینا من الان این دد کیپ ندر کیپ پرپل هارت کیپ همین